حدیث نمبر 8. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که اذا سمعتم سیاح الدیکه فاسألوا الله عن من فضله فإنها رأت ملكا. اذا سمعتم، هنگامی که بشنوین سیاح الدیکه، شما صدای خروس را، یعنی وقتی خروس آذان میته شما آذان دادن خروس شنیدین، فاسألوا الله من فضله، یعنی به الله سوال بکنین از فضیلتش، یعنی دعا بکنین از الله مغفرت و رحمت بخواین. فانها رأت ملکا، زیرا امی خروس وقتی ملائکه را میبینه این ملائکه را دیده است که آذان داده. از این خاطر ما و شما درس میگیریم که هر وقتی که صدای خروس را میشنویم، چون او خروس وقتی که ملائکه از اون منطقه تیر میشه میبینه او آذان میته، بنابراین ما و شما در اون وقت باید استغفر الله بگوییم و از الله طلب چی کنیم؟ رحمت و مغفرت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.